خب به نام خدا. دوستان عزیز من، میخوایم یه فیلم آموزشی براتون بسازیم که تو این فیلم آموزشی شما با دو هدف کلی و دو تا از امکانات جالب اسکیل سرور آشنا میشید. قبل از اینکه شروع کنیم ساخت این فیلم را، یکی از مسائلی که برای خود من پیش اومده بود تو محیط کارم که مشاوره میدادم به یکی از شرکت‌های هاستینگ رو براتون بیان میکنم و بعد حل اون مسئله را براتون به صورت پروژه محور گام به گام انجام میدم. توی شرکت‌های هاستینگ یک سرور مشترک میذارن که این سرور تعداد زیادی روش کامپیوتر قرار میگیره، تعداد زیادی سایت قرار میگیره که هر کدوم از این سایت ها حق دارن مقداری از منابع سرور را مصرف بکنن. بعد از یه مدتی ما متوجه میشیم که این سرور همش گیر میخوره، هنگ میکنه و رمش پر میشه. وقتی که با استفاده از تاسک منیجر اومدیم و بررسی کردیم که علت این موضوع چی هست، دیدیم بیشتر مقدار رم و اسکیل سرور مصرف میکنه توی اون سرور. پس بنابراین تصمیم گرفتیم ببینیم کدوم یک از این وبسایت هایی که روی این سرور اشتراکی قرار گرفتن داره از رم بیشتری استفاده میکنه. این کوئری که براتون نوشتم و اینجا آماده هستش، وقتی که اجرا بکنید دقیقاً دیتابیس هایی که روی سیستم در حال اجرا هستند و میزان رمشون مصرفیشون بر اساس مگابایت را به شما کاملا نشون میده. حالا برای اینکه بتونیم خیلی راحت از این استفاده بکنیم، من یه ترانزکشنی اینجا شروع میکنم برای شما لانچ کردن و سرور میبرم زیر فشار تا ببینیم که کدام یکی از اینا وضعیتشون به چه شکلی میشه. آیا واقعا این رمه تغییر میکنه وقتی که سرور میره تحت فشار واقعی یا که خیر. مثلا ما میریم یه دیتابیس میسازیم، اسم دیتابیس هم میذارم تست مموری بافر پول. هم بافر پول مموری توش تست کنم. خب حالا من اینجا خیلی ساده یه تیبل میسازم ولی با داشتن 3 تا ستون ساده. یه ستون آیدی است از جنس اینتیجر و البته ناتنال و همچنین آیدنتیتیش هم میکنم خودش مقدار بگیره و مثلا یه ستون تکست دسکریپشن داره از جنس انورکر مثلا 400 تایی. یه دونه رجیستر دیت از جنس دیت تایم. خب که این هم باز الانانش رو برمیدارم و دیفالت ولی میشم تاریخ جاری سرور رو میندازم که وقتی مقدار ندیم خودش تاریخ سرور اینجا ثبت میشه. خب اسم این جدولم میذارم تست. خب حالا من میام توی این دیتابیس تست مموری بافر پول، میام داخل این دیتابیس و یه حلقه وایل، یه حلقه بی نهایت میذارم. میخوام سرور رو برم زیر فشار. وایل 1 مساوی 1 بگین. خب میگم insert into اسم جدولم که تست بود، insert into تست. فقط کافی به یکی از ستون رو میبردم، خودش دو تا دیفالت ولیو داره. تکست دسکریپشن تکست دسکریپشن
values خب مثلا اینم یونیکود کنیم، یه تکستی رو میارم کپی میکنم پیست میکنم اینجا، مثلا میرم از سایت خودمون یه متنی نوشته چیزی رو براتون میذارم، بعد سرعت بافر پول رو براتون میسنجم روی این، یعنی حجم بافر پول رو وقتی گیر میکنید تو حلقه بی نهایت به مرور این موضوع مختلف، این سرعت لود مختلف میشه. حالا تا این موضوع انجام بشه من یه توضیح خدمتتون بدم. وقتی که شما با هاستای شیر کار میکنید گاهن میان از شما دامین هایی را روی سرور شما اجاره میکنن، یعنی دامین هایی از شما اجاره میکنن براش هاست که در کشورهای مختلف بهش خدمات ارائه میشه یا ساعتهای کاری اینا با هم مختلفه. بنابراین شما وظیفه دارید مثلا این کوئری رو در 7 بار 8 بار 10 بار توی روز اجرا بکنید در تایم‌های مختلف شبانه روز، مثلا 2 شب 3 شب یا مثلا صبح ساعت کاری تهران، ساعت‌های مختلف. بعد به شما یک خروجی میده، این خروجی در ساعت‌های مختلف رو باید بررسی کنید و اون دیتابیس هایی که رم بیشتری رو مصرف میکنن هدایتشون بکنید به مثلا سمت یا پلن‌های VPS Virtual Private Server یا که هدایتشون بکنید به سمت ارزم به خدمت شما که پلن‌های دیگر مثلا مثل Private Server Dedicated Server. خب من این نوشته را کپی میکنم اینجا پیست میکنم، چند بارم پیست میکنم که این مطمئنشم داره کار میکنه. خب این الان رفت تحت اجرا. حالا میریم اینجا مموری بافر پول یه بار دیگه ازش گزارش میگیریم، همچنان تست بافر پول وی با 2 مگابایت رم همچنان رم زیادی مصرف نمیکنه. حالا یه مرتبه دیگه اگر اجراش کنیم بازم همینجور باید صبر کنیم تا پر بشه. من فیلم متوقف میکنم، چند دقیقه بهش فرصت اجرا میدم، ادامه میدم مجدد. خب الان بعد از چند لحظه کار کردن این رم مصرفی شد 32 مگابایت، 50 مگابایت، 55 مگابایت، 62 مگابایت، 65 و 5 تا 5 تا داره میره بالا. خب این من به چه نتیجه میرسم؟ به این نتیجه میرسم وقتی این گزارشم رو داشته باشم تایم های مختلف شبانه روز اجرا کنم میفهمم که کدوم هاست شیر داره از منابع بیشتری مصرف میکنه. خب و به این شکل. حالا من میام چی کار میکنم؟ من میام بعد اینکه تو ساعت‌های مختلف شبانه روز مجبور نباشم که این چکینگ رو انجام بدم یک جاب میسازم توی اسکیل سرور و از این جاب میخوام که خروجی این سلکت توی فایل تکست نوتپد برای من اپند کنه و این جاب مثلا میگم هر 8 ساعت یک بار یا هر 4 ساعت یک بار توی شبانه روز اجرا بشه. بدین ترتیب من میتونم از حصول اطمینان پیدا بکنم از اینکه آیا کارکرد دیتابیسی برخلاف قوانین اشتراکی داده ها هست یا که توی فیلم بعدی من برای شما آموزش گام به گام ساخت جاب را توضیح میدم. فیلم 2 رو مشاهده بفرمایید.